خشکسالی یک ماه قبل از شروع فصل تابستان مناطق وسیعی از اروپا به ویژه کشورهای جنوبی و غربی این قاره را در بر گرفته است. رومانی، بلغارستان، صربستان، آلبانی، بوسنی، مجارستان، اتریش، اسلوونی، یونان، کرواسی، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و پرتغال از جمله این کشورها هستند. در برخی مناطق فرانسه طی 2 هفته اخیر فقط 3.1 میلیمتر باران باریده، در صورتی که میزان طبیعی ثبت شده بیش از 70 میلیمتر است. سطح آب رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی به ویژه در مناطق جنوب غربی فرانسه و دامنه‌های کوههای پیرینه در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. ما سال 2023 تابستان بسیار سختی خواهیم داشت. البته دولت فرانسه منتظر تابستان نمانده و از همکنون در بیش از 20 منطقه جغرافیایی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را برای مصرف آب به اجرا درآورده است. طبق دستورالعمل دولت، آبپاشی گل و گیاه و باغچه‌ها، چمن‌های پارک‌ها، زمین‌های ورزشی، جایگاه‌های شستشوی خودرو و پر کردن آب استخرها ممنوع است. این محدودیت‌های هدفمند مصرف آب کشاورزی را در مناطق بحرانی تا 50% و مصارف غیر کشاورزی را تا 40% کاهش داده است. ما تصمیم گرفتیم تا برنامه‌های ضربتی برای مبارزه با کمبود آب در نظر بگیریم که یکی از مهمترین آنها بازیافت آب‌های مصرفی است. در کنار این محدودیت‌ها نوآوری‌هایی نیز به اجرا در می‌آید. مثلا کارواش‌ها باید به دستگاه‌ها و روش‌های بازیافت آب مجهز شوند وگرنه بسته می‌شوند. با این روش 85% آب‌های مصرف شده پس از تصفیه دوباره در شستشوی خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد. در میان کشورهای اروپایی ذکر شده اسپانیا و ایتالیا نیز مشابه فرانسه با خشکسالی کم سابقه‌ای روبرو شده و از وضعیت قرمز عبور کردند. اسپانیا در 32 ماه گذشته همواره با کاهش شدید باران روبرو بوده که برای بخش‌های کشاورزی به صورت یک فاجعه تاریخی درآمده است. دولت این کشور در یک تصمیم اضطراری 2 میلیارد یورو برای مبارزه با خشکسالی پیش از تابستان اختصاص داده است. در بسیاری از جنگل‌های اروپا امسال پیش از رسیدن فصل تابستان وضعیت هشدار شدید آتش‌سوزی برقرار شده. سال گذشته حدود 1 میلیون هکتار از اراضی جنگلی اروپا به ویژه در غرب و جنوب این قاره در اثر آتش‌سوزی نابود شد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، جنگل‌های هومه پاریس.